کارگردان‌های چیپتر و تهیه کننده‌های چیپتر دست به چنین کارهایی میزنن که 3 تا سکانس، 4 تا سکانس، 5 تا سکانس رو میفروشن تا بتونن بودجه تولید فیلم رو تهیه کنن، چون این بودجه رو ندارن. سلام، من امیر دژاکام هستم و تلاش میکنم همچنان که شما بازیگران خوبی باشید. چگونه میشود یک بازیگر بسیار موفق بود و وارد بازار کار شد؟ قبل از اینی که من راجع به این توضیح بدم که چطور میشود وارد بازار کار شد، میخوام براتون بگم که در حال حاضر سینما، تئاتر، تلویزیون به شدت به بازیگر نیاز داره. تمام سریال های تلویزیونی برای کست کردن دچار مشکل هستند. تمام فیلم های سینمایی برای کست کردن دچار مشکل هستند. تمام تئاترها دچار مشکل هستند. این هم 2 تا دلیل عمده داره. دلیل اولش اینه که تعداد هنرپیشه هایی که اصطلاحاً به فروش هستند و تماشاگر میاد بابت اونها بلیت میخره کمه و همه اینها توی پلتفرم به خصوص مشغول به کار شدن و پلتفرم هم ترجیحش اینه که بالای 40 قسمت 50 قسمت سریال بسازه، چون تماشاگر داره و تماشاگر میشینه کارهای بلند مدت رو میبینه. خب همه بازیگرانی که شناخته شده هستن که میتونیم بگیم 100 تا اسمن، اینها در جاهای مختلف مشغول به کار هستن، به خصوص پلتفرم. گاهی اوقات یک فیلم سینمایی منتظر میمونه تا یه هنرپیشه آزاد بشه، بعد هنرپیشه بیاد و اونها فیلمشون رو بسازن. این یکی از دلایله و همینجا باز مقدار دیگه باید توضیح بدم. و این هنرپیشه‌ها دستمزدهای بسیار گرانی دارن و دستمزدشون سنگینه، رقم‌هایی است که تقریبا تناسبی نداره و به هر حال مثلا تو پلتفرم تناسب داره. پلتفرم اگر 60 میلیارد سرمایه گذاری میکنه برای ساخته یک اثر، 200 میلیارد، 300 میلیارد، 400 میلیارد گاهی اوقات برمیگردونه و این رقم خب اونجا تناسب داره. توی سینما این اتفاق نمیفته. توی سینما 3-1، یعنی اگر یک تهیه کننده 12 میلیارد سرمایه گذاری کنه باید 36 میلیارد بفروشه تا 12 میلیاردش براش برگرده. 1/3 برای سینماداران هست، 1/3 برای دفاتر پخش، 1/3 پول تهیه کننده است که برمیگرده و تازه تهیه کننده صفر شده و اون هم توی یک مدت بسیار طولانی که توی نوبت اکران باید باشه. تئاتر که اساساً هنری است شریف و هنری است غیر تجاری. شما فرض کنید اگر توی 4 سو اجرا داشته باشید و 100 تا تماشاگر داشته باشید، توی 30 شب میشه 3000 نفر و اگر بلیت شما 200 تومن باشه میشه 3000 تا 200 تومن. نمیدونم جمعش چقدر میشه، خودتون جمع بزنید. مثلا رقمایی مثل 100 میلیون 120 میلیون میشه. وقتی فروش یه تئاتر 120 میلیون میشه، یا توی اصلی اگر فروش 4 میلیارد میشه، فول اگر بره بیایم بلیت رو 400 تومن کنیم 8 میلیارد میشه، چطور میشه؟ یه هنرپیشه 5 میلیارد دستمزد داد یا 7 میلیارد دستمزد داد، چون چیزی اساسا غیر ممکن. نکته دوم برمیگرده به دانش کارگردان‌ها و تهیه کننده ها و کارگردان های ما. دانش بازیگریشون محدوده، نمیتونن بازیگری رو که خوبه خودشون انتخاب کنن. حتما باید بازار او رو تایید کرده باشه تا اونا انتخابش کنن و این گردونه معیوب به وجود میاره. تهیه کننده این توانایی رو داره که یک بازیگر خوب رو بشناسه و کارگردان این توانایی رو داره که یک بازیگر خوب رو بشناسه. اگر توی هر سریال ما 3 تا بازیگر نونیم معرفی کنیم، اگر توی هر سینمایی 3 تا بازیگر نونیم معرفی کنیم در کنار بازیگران خوبی که وجود دارن، عرصه بازیگری یک مقدار این انحصاری بودنش میشکنه و از بین میره و گستره بیشتری از بازیگران وارد بازار کار حرفه‌ای میشن. عدم شناخت اونها، اینکه یه بازیگر جوان رو میبینه و میبینی فوق‌العاده است، باعث میشه اون جوان در واقع معرفی نشه. اما چطور میشه وارد بازار کار شد؟ من شیوه هایی رو که فکر میکنم ممکن باشه براتون توضیح میدم. به هر حال شما باید دست به تولید بزنید. تولید قطعات 4 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و اون قطعات 3، 4، 5 دقیقه رو توی اینستاگرام قرار بدید یا توی یوتیوب قرار بدید. سپس شروع کنید به تئاتر کار کردن و توی تئاترهای مختلف
حضور داشته باشید. دقت کنید در رابطه با فراخوان‌ها بخش بسیار زیادیشون جعلیه. مثلا برای آموزش میخوان ثبت نام کنن، فراخوان میدن برای بازی در یک سریال و شما تشریف میبرید که تو اون سریال بازی کنید. میگه شما انتخاب شدید اما باید 6 ماه دوره ببینی و ما خودمون به شما آموزش میدیم و شهریه دورتون هم اینقدره. شما انتخاب شدید برای این سینمایی ولی باید شهریه بدی. آموزش ندیدیم و آموزش بقیه رو قبول نداریم، آموزش خودمون رو قبول داریم، پس شما باید بیایید پهلوی من آموزش ببینید. یه بخشش به این دلیل. یه بخش دیگری از فراخوان‌ها برای فروش سکانسه. یعنی شما میرید 4 تا سکانس رو به شما میفروشن، 5 تا سکانس رو به شما میفروشن و معمولا کارگردان‌های چیپتر و تهیه کننده‌های چیپتر دست به چنین کارهایی میزنن که 3 تا سکانس، 4 تا سکانس، 5 تا سکانس رو میفروشن تا بتونن بودجه تولید فیلم رو تهیه کنن، چون این بودجه رو ندارن. البته فراخوان‌های دیگری هستند که از طریق همون فراخوان‌ها تعداد زیادی از دانشجویان من سر کار رفتن. مهیار عیار یکی از اون سریال‌ها بود که بچهای تقریبا 30 نفر از بچهای ما رفتن سر اون کار با تهیه کننده، کارگردان، عوامل در کمال احترام چهار پذیرفتن، کارهای اونها رو دیدن و اونها قرارداد بستن. شب دیجور آقای معظمی کارگردان دیگری بود که بچه‌ها رو دید و حدود 30 نفر از بچه‌ها رفتن و توی اون کار کردن. اینجا مثلا دستمزدهاشون خیلی محدود بود ولی کارهای دیگری که بچه‌ها رفتن، سریال سلمان تعدادی از بچه‌های ما رفتن با قراردادهای بسیار خوب کار کردن. پس فراخوان‌های بسیار زیاد واقعی هم وجود داره که بچه‌ها رو میخوان، با بچه‌ها قرارداد میبندن و بچه‌ها میرن توی اون کارها بازی میکنن. برای موفق بودن شما باید درخشان باشید. در واقع شما باید 5 دقیقه بازی به من نشون بدی که خارق‌العاده باشه، که متفاوت باشه، که وقتی من میبینم دچار حیرت بشم از این بازی خوب. بازی خوب باور کردنی نیست فقط، یعنی میگیم باورپذیره. خب من این بازی رو دیدم، این بازی باورپذیره. اوکی، بعد از این باورپذیری باید اینطور باشه که من دلم بخواد دوباره اون بازی رو ببینم و دوباره اون بازی رو ببینم و دوباره اون بازی رو ببینم. یادمون باشه بازیگری یک هنره، فقط یک صنعت نیست که شما چند تا دیالوگ رو بخونید، اون دیالوگ ها هم باورپذیر باشه و قصه بره جلو. امروز واقعش اینه تعداد محدودی از جوانها حاضرن سخت تلاش کنن، سخت کار کنن و موفق بشن. من همین الان یه نمایشی رو دارم کار میکنم برای سالن اصلی دایره‌گچی قفقازی. بالغ بر 50 نفر از شاگردان من روزی 5 ساعت کنار من دارن کار میکنن و تمرین‌های سختی رو دارن. مدت چند ماه کنار من دارن کار میکنن. واقعش اینه تعداد محدودی از جوانها حاضرن سخت تلاش کنن، سخت کار کنن و موفق بشن. خب این گروه از جوانهایی هم که آدم میتونه بهشون تکیه کنه. بعضی از جوانها قهر میکنن، روز دوم قهر میکنن، روز سوم بهشون بر میخوره، روز چهارم خسته میشن، روز پنجم مریضن، روز ششم مامانشون مریضه. یعنی شما نگاه میکنید 10 جلسه تمرین اینها عملا حضور ندارن توی تمرین ها، نمیاد. برمیگردیم به سوال اولمون، چگونه میشود به بازار حرفه‌ای راه پیدا کرد؟ با درخشان بودن. اما این درخشانی رو، این بازی خوب رو باید ارائهش کنید، یا توی تئاتر ارائهش کنید، یا توی فیلم کوتاه ارائهش کنید، یا توی یوتیوب، یا توی فیسبوک، یا توی اینستاگرام اون رو ارائه کنید و مطمئن باشید که دیده میشه. همچنان که تعدادی از کارگردان‌ها و تهیه کننده ها هستند که بازی خوب رو تشخیص نمیدن، تعداد زیادی هم هستند که بازی خوب رو تشخیص میدن و اونها شما رو انتخاب میکنن و از شما استفاده خواهند کرد. چون سینما، سریال و تلویزیون به شدت به بازیگر خوب نیاز داره. گاهی اوقات دفاتری رو میبینم که در به در دنبال یه جوان اول میگردن، پسر یا دختر، و 6 ماه میگردن پیدا نمیکنن. کارهاتون رو عرضه کنید، از هنر بازیگری لذت ببرید، دست از تلاش و کوشش بر ندارید. به هر حال هست آنچه که هست و ما مقداری میتوانیم اون چیزی رو که هست تغییر بدیم. من هستم کنارتون. خدا نگهدار.